یحیی 11 سال داشت و اولین روزی بود که می‌خواست روزنامه دیلی نیوز را بفروشد. در اداره روزنامه متصدی تحویل روزنامه‌ها و چند تا بچه همسال خودش که آنها هم روزنامه می‌فروختند چند بار اسم دیلی نیوز را برایش تلفظ کردند و او هم فوری آن را یاد گرفت. به نظرش آن اسم به شکل دیزی می آمد. چند بار صحیح و بی زحمت پشت سر هم پیش خودش گفت دیلی نیوز، دیلی نیوز، دیلی نیوز و از اداره روزنامه بیرون آمد. تو کوچه که رسید شروع کرد به دویدن. فریاد میزد دیلی نیوز، دیلی نیوز. به هیچ کس توجه نداشت. فقط سرگرم کار خودش بود. هرقدر آن اسم را زیادتر تکرار میکرد و مردم از او روزنامه میخریدند بیشتر از خودش خوشش میآمد و تا چند شماره هم که فروخت هنوز آن اسم یادش بود. اما همین که بقیه پول خورده 1 5 ریالی را تحویل آقایی داد و 10 شاهی کسر آورد و آن آقا هم آن 10 شاهی را به او بخشید و رفت و او هم ذوق کرد، دیگر هر چه فکر کرد اسم روزنامه یادش نیامد. آن را کاملا فراموش کرده بود. ترس برش داشت. لحظه ایستاد و به کف خیابان خیره نگاه کرد. 2 مرتبه شروع به دویدن کرد. باز هم بی آنکه صدا کند چند شماره ازش خریدند. اما اسم روزنامه را به کلی فراموش کرده بود. یحیی به دهن آنهایی که ازش روزنامه می خریدن نگاه می کرد تا شاید اسم روزنامه را از یکی از آنها بشنود. اما آنها همه با قیافه‌های گرفته و جدی و به آنکه به صورت او نگاه کنند روزنامه را می گرفتند و می رفتند. بیچاره و دست باچه شده بود. به اطراف خودش نگاه می کرد تا شاید یکی از بچه‌های همقطار خود را پیدا کند و اسم روزنامه را ازش بپرسد. اما کسی را ندید. روی پیاده‌رو خیابان فوجی از دیزی‌های متحرک جلوش مشق می‌کردند و مثل اینکه 1-2 بار اسم روزنامه در خاطرش برق زد، اما تا خواست آن را بگیرد خاموش شد. سرش را به زیر انداخته بود و آهسته راه می‌رفت. بسته روزنامه را آهسته زیر بغلش گرفته بود و به پهلویش فشار می‌داد. می‌ترسید چون اسم روزنامه را فراموش کرده روزنامه‌ها را ازش بگیرند. می‌خواست گریه کند اما اشکش بیرون نیامد. می‌خواست از چند نفر آبر بپرسد اسم روزنامه چیست، اما خجالت می‌کشید و می‌ترسید. ناگهان قیافه‌اش عوض شد و نیشش باز شد و از سر و صورتش خنده فرو ریخت و به 2 فریاد کرد پریموس، پریموس. اسم روزنامه را یافته بود.